هاي چطوری؟ من زالفر هستم. خیلی خوش اومد به ویدیویی از چنل من. تو این ویدیو قرار بریم سراغ گیم پلی بازی کال آف دیوتی بلک اوپس کولد وار. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. بدون معطلی برو بریم سراغ این ویدیو. خب حالا ما اینجا میخوایم بریم قسمت مولتی پلیر و بریم بهتون بخش مختلفش رو آموزش بدم و بعدش در انتهای این ویدیو میریم سراغ یکی اتچمنت که من در طول اینکه از این ویدیوها میذارم آخر هر ویدیو یه اتچمنت خوب میذارم و هر روز یه اتچمنت بهتر از روز قبل میذارم. یعنی مثلا الان من بهترین گانم اینو روز آخر میذارم، بعد از اون یه گان دیگه است اونو روز یکی مونده با آخر میذارم. پس چنل منو دنبال کنید که اتچمنت ها رو داشته باشید. خب شما اینجا مولتی پلیر رو میزنید و تو این قسمت شما هیچی ندارید و اگه آریک بزنید اینجا میتونید اتچمنت و این چیزا بذارید که حالا داخل خودش هم میتونیم بریم اینجا کریتیور مچو بزنیم، اینجا میتونیم بازم همون کارا رو انجام بدیم و اینجا شما میتونید یه جورایی موزیک بذارید که من این موزیک رو بیشتر دوست دارم و اینجا میشه گفت پروفایله. صبر میکنیم تا لود بشه. بله اینجا یعنی یه جورایی شما میتونید بر خودتون پروفایل انتخاب کنید. حقیقتا بچه های راستش واقعی من تا به حال این قسمت پروفایلش رو ندیده بودم و الان تازه دارم میبینم و این به نظر من قشنگ تره. اینجا هم شما میتونید از این کارتا بذارید، از این کارتا انتخاب کنید که خیلی باحاله و این قسمت هم که شما میتونید بیاید اتچمنت بذارید و اینجا داخل بازی شما وقتی امتیازتون به یه حدی برسه اینجا میاد مثلا امتیاز شما به 1000 رسیده، این ردیابو بهتون میده که میتونید روی نقشه از مکان دشمناتون باخبر بشید و مثلا شما 1000 تا پر کردید، اینو گرفتید ولی استفاده نمی کنید، همینجوری امتیازاتون میره بالا میرسه به 1800، دوباره میرسه به 1800. یعنی 1000 تا رو وقتی اون پر شد دوباره از اول امتیاز جمع آوری میکنه. وقتی شما اینو استفاده کنید بمیرید دیگه اونو براتون پر نمیکنه، میاد اینو پر میکنه بعدش دوره آخر سر این، نه برعکسی گفتم، وقتی شما بمیرید دوباره همینو براتون پر میکنه ولی اگه استفاده نکنید بمیرید دوباره زنده شید اینو براتون پر میکنه. و تو این قسمت هم که برای من نیستش نمیدونم چیه، شما اگه میدونید داخل کامنت ها بنویسید. و شما اینجا وسایل مختلف داخل بازی رو میبینید که اینجا میتونید رنگ بذارید روش که حالا من ندارم و اینجا هم فینیشرتون رو میتونید بذارید. اینجا هم حرکات دسته و این قسمت شما میتونید اسکین برای خودتون بذارید و دو تیمه، یه تیمش اینه و یه تیمش اینه که حالا من این اسکین رو میذارم. شما وقتی بازی رو باز میکنید نمیدونم فقط برای من اینجوریه یا برای شما هم اینجوری باشه، شاید برای من هر وقت بازی باز میکنم همین این اسکینر داره، یا اینو داره یا اینو داره، اسکینش کلا همین اولیاست
و تو این قسمت شما میتونید اینجا بزنید بازی استارت میشه و چنج مپ. شما میتونید اینجا مپ ها رو انتخاب کنید که این مپش یکی از مپ های کال آف دیوتی موبایل هم هست و خیلی مپش کیف میده. یه 7-8 تا مپ هستن که داخل کال آف دیوتی موبایل هم هست و من همون آخری بیشتر از همه دوست دارم. یکی این مپ داخل کال آف دیوتی موبایل هست، بعد یکی این مپ داخل کال آف دیوتی موبایل هست، یکی هم این مپه ولی این یه خورده تغییر کرده. مثلا داخل کال آف دیوتی موبایل مپش خیلی سالم تره، اینجا انگار وسط بیابونه و متروک است. و این مپ هم هست، این مپ هست، این مپ هست، این مپ این هست و این مپ هم هست و آخرین مپ هم که اینه که اینم هستش. شما تو این قسمت هم میتونید مود انتخاب کنید، مثلا تیم دست مچ. شما اینجا میتونید یعنی مثلا به 2 تا گروه مساوی تقسیم میشید، بعد با هم میجنگید. شما اینو که انتخاب کنید 2 تا گزینه داره. گزینه بالا خیلی عادیه، گزینه پایینی یکم دشمناتون سختگیرترن، سخت‌ترن و هاردکوره یه جورایی. اینم فری فور آله که خیلی بیشتر از بقیه کیف میده از نظر من. هارد پوینت، کیل کانت فارم و اون چیزای دیگه که کاری باش نداریم. همین فری فور آل رو انتخاب میکنم و قوانین بازی شما میتونید انتخاب کنید. 10 دقیقه تا 30 تا، من میکنمش تا 60 تا و میذارمش روی 15 دقیقه. و اینجا تنظیمات و این فکر میکنم جونمونه، این فکر کنم جونه، این جونمونه که من میذارم روی 300 روی 500 ببخشید میذارم روی 500 که بیشترین باشه. اینا رو من خیلی سر در نمیارم بچه‌ها، شما اگه میدونید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید که منم بدونم. و اینم از تنظیمات بازی. این قسمت هم شما میتونید ربات اضافه کنید هر تعداد که دلتون خواست و میتونید اگه مثلا دسته دوم دارید دسته دومتون رو روشن کنید و با دوستتون بازی کنید، یا اینجا میتونید تنظیمات ربات هاست، پلیرها رو میتونید جا به جا کنید و اینم از این تنظیمات دیگه. همه چی تقریبا تکمیله. بریم داخل بازی. اینجاش می نویسه 5 ثانیه ولی این 5 ثانیه نیست، اینجا می نویسه مثلا 5 از 5 شروع میشه ولی می نویسه 4 3 2 1 ولی طول میکشه تا بیاره، خیلی هم طول میکشه. خب به ترتیب بهترین اتچمنت های من اینا هستن. این اولیشه که فقط 4 تا چیز روش انداختم و بهترین اتچمنته و همینجوری به ترتیب بهترینن تا این دوتا که حالا این دوتا هم خوبن، بدک نیستن. من اتچمنت این رگباره رو برمیدارم. رگباره اصلا اتچمنت نداره. اتچمنت همین AK47 رو برمیدارم و حالا من میخوام بمیرم دوباره زنده بشم که بله اینجوری تفنگمون میفته دستم.
زدش. یکی این بره. بچه این HP شو گذاشتم روی 500 اصلا نمیمیرن. فکر کنم با دامپر هم بزنمشو اینا نمیرن. دامپر همون موشک است که مثل یه جورایی تفنگ سبک دستش میگیره. مثل یه تفنگ سبک دستش میگیره و مثل کولت نارنجک از توش پرت میشه. یه جور نارنجکیه که به محض برخورد بترکه. خب کی بود؟ چطوری؟ من این همه تیر به اونا میزنم، اونا با 4 تا تیر ساده منو میکشن. با شاتگانش خوبه. ولی این اتچمنت که AK-47 نداره، این 47ش یه ذره کنده و اصلا به من نمیسازه. من سرعت دوست دارم، یعنی تفنگ سرعتی فقط دوست دارم. اگه شما مثلا میرید یه جا کمپ میکنید و از بالا همه جا رو تحت پوشش دارید، این اتچمنت خیلی به دردتون میخوره. و مگه میمیرن اینا؟ لامصب چقدر تیر پرومش کردم. فکر کردم شاتگان دستم. یه لحظه این که این وره، من فکر کردم اون وره. خواستم از دستش در برم. خب از این ور این ما رو میزد و این ورم. بله یه نفر اینجا بود و بله یه نفرم اینجاست. چطوری ما رو کشت نمیدونی. بله یعنی فقط هدشون رو باید بزنم. هدشون رو نزنم منو کشتن. کسی این ور بود؟ نه ولی این ور کسی. بابا بیا این ور دیگه. سرویس هم کردی. چه وضعشه؟ من چقدر تیر به اینا بزنم اینو بمیرم. بچه باورتون میشه من اصلا نمیبینمشون؟ فقط همین اول کاری میبینمشون، میگیرم رو هدشون، بعد دیگه فقط ایمو سعی میکنم ثابت نگه دارم. و یعنی ایمه که میره روی دشمن، میره روی انمی، من اصلا نمیبینمش. این ایمه همه یه چیزشو پر میکنه. بمیر دیگه. لامصب چه سگ جونه. تو اینجا چیکار میکنی؟ زودتر میگفتی پذیرایی میکردم.
اسکول هم داره میره. ولی نه 47 هم خوبه. یه هیپ فایر بزنیم. بسم الله. نمیریم. خب چطوری اینا نارنجک میزنم که علامتش برا من نمیاد؟ صبر کن. ما هم موشک داریم. نزدیک بود خودکشی شا. خب موقعیت دشمنامونم یافتیم. چرا نمیره سگ جون؟ دنیای بدی شده. بمیر دیگه عوضی. دوبل شات، یعنی دوبل شات. یه تیر زدم دوتاشون مردم. اصلا عجیبه. قشنگ بود. بیاین بیاین وسط. هواتون رو دارم. بله یه عوضی. من چند تا تیر حرومتون کنم. من خواستم خودکشی کنم که اونم بمیره. چرا اون نمرد؟ عجیبه. شهر عجیبی شده. به خدا من 100 تا شات زدم. این اصلا داشت اونو میزد. برچی منو زد؟ عجبا. بچه بهترین مکان برای 1000 تیرا همینجا. یعنی از این مکان بهتر پیدا نمی کنی شما. سگ جون. خب اینجا که بست پلی شدیم اینجوری بود. بون شات. یعنی فکر کنم قشنگ دمیج بود. بنده خدا با HP 1 499 تا دمیج خورده. با HP 1 نشسته اون پشت داره به ما تیر میزنه و مرد. خب دوستان اینو از این ویدیو. و تو این ویدیو من 2 تا گان برداشتم که 2 تا گانش هم خیلی گانای خوبی بودن.
نسبت به بقیه پایین تر بودن. یعنی اتچمنت های دیگه رو بهتون بدم، اصلا خیلی اتچمنت های دیگه هم عالیه. و تو این ویدیو من میخوام اتچمنت شاتگان رو بهتون بدم که اتچمنتشو، یعنی بیشتر اتچمنتاشو خودم به دست آوردم و خودم گذاشتم، ولی مثلا 2 تاشو خودم نذاشتم. شما اینجا گانای منو ببینید، FFAR و 1911 1911 کلته و پایینیشم MP5 با RPG و M60 که اینو کاش نداریم، مثلا اتچمنت روش ندارم. تایپی 63 AK47 و گالو SA12 برای شاتگان، اینم XM4 و شاتگانش هم هانتر 77، کرینگ 6 و مگام. خب امروز من اتچمنت این شاتگان رو به شما میدم و شما این اسمای گانی که من داخل این ویدیو گفتم و شما داخل کامنت ها بنویسید که داخل ویدیوی بعدی چه گانی رو براتون اتچمنتش رو بذارم. یعنی همه اتچمنت ها در سطح همه، ولی مثلا هر کدوم یه جایی به درد میخوره. خب بریم سراغ این اتچمنت هاش. اول از همه دوربین این روشه، کلا 3 تا دوربین بیشتر نیست. دوربین این روشه، میل استاپ ریفلکس این دوربین روشه و خشاب، این خشابه از بالا سومی، ساوند سوپرسور که این خیلی خوبه و لوله نه همین چیه، چراغ قوه و لیزر براش SWAT 5 میلیمتره، نمیدونم چیه، 5 MW لاسر سایت، اسمشو دیگه خودتون میبینید اینجا. و اینم از لیزرش. اینجا هم لوله پایین تفنگه که این اسمش استاناگ 12 آرندی توب و برای اینم که دستمون نلرزه موقعی که گانو دست میگیریم اینه که اسمشو ببینید و تفنگ یه جورایی اینجوری میشه، SASR جانگل گریپ. و همین من این اتچمنت رو روش گذاشتم که خیلی شاتگان خوبیه و تو این قسمت هم اینو روی دیفالت بذارید و روی همون چیز خودش باشه. اینش هم دیگه دستکاری نمی کنیم و میرسیم به پرک. اینا که اصلا زیاد مهم نیستم، من نارنجک اینو گذاشتم و تو این قسمت هم اینو گذاشتم، اینم دودزا گذاشتم. پرک یکی این پرک رو این پرک رو گذاشتم و پرک 2 این پرک رو گذاشتم، پرک 3 هم اینو گذاشتم و داخل اینم اینو گذاشتم. یعنی این مثل کارت پاسدور میمونه که میذاره بالای کلاهش و این کارت اصلا زیاد اهمیت خاصی نداره، فقط شما میتونید 2 تا نید و 2 تا بمب و اینجوری از این چیزا بردارید. 4 تا از اینا هست، یکیش برای اینه که شما میتونید 2 تا پرک از هر قسمت بردارید، بعدیش برای اینه که شما بتونید 2 تا از این نیدا از هر قسمت بردارید و بعدیش هم برای اینه که شما بتونید
خیلی زیاد اتچمنت بذارید روی گاناتون. یعنی مثلا من اینجا 5 تا اتچمنت گذاشتم، فقط میتونم بذارم. و روی یکی از گانام بود، روی این گانم ببینید من 7 تا اتچمنت گذاشتم، خیلی زیاده. خب دوستان اینم از این ویدیو. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید، از این ویدیو لذت برده باشید. اتچمنت هم همینطور، اتچمنت ها رو استفاده کنید، یه دور تست کنید، خودتون میفهمید چقدر اتچمنت های خوبی هن. و لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.